علیکم. آقا این منطقه اسمش چیه؟ منطقه مشهد اردها. زوش که دیگه. این دهات تاشمنتیه. اینجا نیاسر. احمدی نژاد. احمدی نژاد. احمدی نژاد. احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد. احمدی نژاد. احمدی نژاد. ما با احمدی نژاد. احمدی نژاد. دوست داشتی به احمدی نژاد رای بدی؟ یه دونه رأی مخالف داشتیم که اونم به آقای مهدی چرلویی بود. ایواله احمدی یاله. 450 تا 400 تا رأی بوده. زد دارم. به همه ثابت شد که داره کار میکنه واقعا. از اول انقلاب اولین رئیس جمهوری که وارد گرفته که برای مردم کار کرده ای بود. ساعت 2 درست کرد، مدرسه های درست کرد، کارهای دیگه خیلی کرد. همون مناظره ها باعث شد نشناختیم که احمدی نژاد کجا چیچه خریده، کجا بنگاه داره، کجا چیچی داره، همینجور که بوده مثل ما خودمون ساده. آقای احمدی نژاد به خاطر صداقتایی که داشته مردمیه. بری که همه جا میدیم رفت تو مردم میرد کار میکنن. راحت بیرن تو بیمارستان دارن روستاییان بیمیان مداوا میشن. 5 میلیون و 800 تومانی که به ما داده باعث شده 25 میلیون سرمایه ما تو این دهات خرج کنیم. خیلی هم نقد بهش هستش ولی آدمی هست که طرفدار قشر فقیر هستش. ما میفهمیم اینا. چرا مردم رأیش تقلب شده؟ کی میگه؟ حرفشون درست نیست. هر کی میگه دروغ میگه. 1 میلیون رئیس این برام واسه شده باشه. 10 میلیون دیگه چی؟ آخه 24 میلیون نصف ایرانه. اون از الکی میخوان یک مقلقه درست کنن. رأی ریزی و رأی دادن و فلان افا نمیفهمن یعنی شیطان رو به آدم بیچاره و فقیر و نمیدونم چوپون و این چیزا نمیره، رو به اهل علم میره. اونو میخواست مملکت با هم بتونن، اونو میخواست رأی بدن که طرح جنگ جمل رو به پاک. برابر اطلاعاتی که ما از ستادهامون داریم در سطح کشور، برنده قطعی با نسبت آرای بسیار زیاد این جانب هستند.